محمد شریف آشنا اسب دیده سی؟ دیدم. الان جورا وقتش ده مرا میگفتی که تو حجتی رانندگی نداری ها؟ خیلی بچی؟ من چی کار کنم همون ماشینه که هر روز بنزین میگه رزین میگه. ای اسب نگاه کن. ای اسب ما بهای 10 ماشین دل میتون. همین که در کار شد میزنم زین لجامو میشینم نه همین همین مرکه ها تویا تو این سعودی الان که با ایس نگاه جاشت دنیا رو سو بری. حالی تو فقط سواش دیدی حالی اینجا بیا حالی برای تلویزیونی بسیار ایجوره واقعا نقل بشی. حالی تو ای میوه های پختگیش بچش حالی اینجا بیا حالی تو فقط سواش دیدی حالی اینجا گلاس های همین درختی بادام دیدی؟ دیدم. الان همین درخت خودش تا 5-6 خلط حاصل میتیه این همین درخت هم؟ الان همین درخت تا حالی با تو یک تش دیدی رفتیم ای میوه یا میچشنم تا بیا محمد شریف جان آشنا بیا محمد شریف جان جان. یعنی گلای خوشرو را فقط برای راحتی چشمام شنوندم آفرین. برای راحتی چشمام ها السلام علیکم. چخلی متنازع. و علیکم مردمی السلام. تمام تو خوبه. یعنی همون بچه همون کلانی میاخه عوض جان نغزی بچم. وای نازی. نشنو او وقت مای دهک بود. اوتا لبه رستم اومده. رستم آه. کدومی رستم یا رستم که 10 سال بود در اون طرفا بود کو. شد رستم آخه در کجایی او؟ در پیشی بدی بوغ اومده قدیم معلم گازه من قصه دون گپش تماما نمیفهمی. میفهمی؟ نه گوش کن بچم تو برا از پیا اوتو ما حالی میایم کو مالش. بیا رفتیم بینیم همون رستم چه شده او با استاد در وقتش ما هم مکتبی میانه را خونده بودیم. این آداب و این رفتار این طلبه ها این چی گپ؟ از بین انا همین ده هم میگذشتم 4 نفر جوان دیدم در تنها چشم‌های تنگ در دستهایشان تلفن‌های موبیلی. این نه آدابی سلام کردن نه یک معامله را میدونند. آخر من حیران آخر ما هم در وقتش مکتبی میانه خوانده بودیم. السلام علیکم علیکم معلم جان نغزی رحمت. السلام علیکم رستم جان بابای نغزی. مرگان. شما نغز هستید سلامت هستید فرزندهایتان همه خوب هستند شکر مرحمت گذارید. السلام علیکم بابای محمد شریف. شما نغز هستید فرزندهایتان خانه همه تینجی هستند مرحمت. شکر نغزم. خدات هم نغزی تشکر زیاد. بچه کچ همه نغزه سلامت باشید. رحمت خدمات مبارک باشه رحمت مرحمت من اینجا خدات هم نغزی مرحمت. نغزی مالیم جان. خب رستم جان شما نغز هستید دیگر شکر بابای مرگان. لبه من همین جوانهای همین دهه در بارهاشون کم کم گپ زده ایستادم. محمد شریف بعد- جان ها محمد شریف جان من میگم همین بیت چه خیلی بیت باشه این بید شیرین دونای. ها بابای مرگان لبه میبخشید آخر بید دانه ندارد. کدام بید دانه داشته است؟ محمد شریف جان لبای. تو شنیدی رستم چی گفت چی میگه؟ میگه که همین بیت دانه نداره آن ندارد درست. و باور نمیکنم که همه خیلی گفته باشه. این ساز گوش کن بید ها. عموما دانه ندارد. این همی بید شیرین دونای. نه که من میگم که همین بیت شیرین دانه بابای مرگان بید عموما دانه ندارد. توضیح کدیو؟ بله اما روماله که میان تو بکشا
یعنی من ولان تو مرتی بقال yardım Rüstem. خبیتا محمد شریف جان من میگم که این همی بد شیرین دانه راست میگی این همی بده؟ این همی بدی بالای سرمان شیرین دانه بابای مرگن لبای بابای مرگن لبای بابای محمد شریف لبای آخر این بیت عموما دانه ندارد دانه نداره؟ دانه نداره؟ محمد شریف جان لبای نه تو فهمیدی چی گفت گفت دانه نداره؟ بکش آدمه ها بیا آخه بابی باشی بابی برگرد در نام جانو بابی برگرد این همی بیت کو بیت شیرین دانه بیت شیرین دانه بش کی بیت شیرین دانه رستم جان این میشیده کو خیال میکنه که نمیشه میشه